دوستان عزیز، ما با 44 چشمه آمدیم برای تماشا کردن. ما رو همراه باشید، از این مکان شما رو هم آگاه می‌گردانیم. این یک درختی هست که خیلی هم تاریخ طولانی رو شاید داره باشد و در این آب باشد نوع‌های گوناگون ماهی‌ها هستند که خیلی هم زیاد هستند. آب باشد خیلی خنک است. از این آب بچشیم. ادامه سفر ما رو حتما پیگیری نمایید.